داستان از جایی آغاز می شود که هنری، مردی بسیار ساده دل، در یک غرفه پرداخت عوارض جاده‌ای شیفت شب خود را کار می کند و از چهرهش پیدا بود که زندگیش بیرنگ و خسته کننده پیش می رود. صبح که به خانه رسید، همسرش به او گفت: تو دیگر دوستم نداری، نه؟ یادم هست زمانی دوستم داشتی. همه چیز خیلی فرق می کرد. در حالی که آنها مشغول صحبت بودند، ناگهان کسی محکم به در زد. وقتی هنری در را باز کرد، دوستش ادی آنجا بود. با او مردی به نام جو نیز حضور داشت که حال و روز خوبی نداشت و مدام بالا می آورد. همسر هنری، دبی، پرستار بود. پس برای کمک جو را داخل آورد. ادی به هنری گفت: برادر، امروز بازی تیم بسکتبال جو است. او در این وضعیت نمی تواند بازی کند. تو به جای او برو بازی کن. هنری خواست مخالفت کند، اما ادی او را با پوشاندن لباس ورزشی همراه خود برد. هنری پرسید: بازی کجا برگزار می شود؟ ادی جواب داد: خیلی دور نیست، فقط 15 دقیقه راه است. کمی بعد ادی ماشین را متوقف کرد و گفت: ما می رویم کمی خوراکی بگیریم، زود برمیگردیم. تو همینجا بنشین، ماشین را روشن نگه دار، خوبه؟ ادی و 2 نفر دیگر که هنری اصلاً نمی شناخت، ماسک زدند، اسلحه کشیدند و وارد بانک شدند. بیچاره هنری حتی نمیدانست که آنها آمده اند بانک را سرقت کنند و او نقش راننده را دارد. تازه ماشین هم دزدی بود و با سیم روشن کرده بودند. چند دقیقه بعد آنها با عجله از بانک بیرون آمدند. در همین لحظه یک نگهبان هنری را دید. چون او همانند دزدهای تیشرتی یکسانی پوشیده بود، اشتباه گرفتند و دستگیرش کردند. پلیس بارها از هنری خواست نام همدستانش را بگوید، اما هنری جز ادی کسی را نمی شناخت و حتی نام ادی را هم لو نداد، چون فکر می کرد هر طور هم که باشد او دوست من است. به همین دلیل دادگاه هنری را به جرم تلاش برای سرقت بانک به 3 سال زندان محکوم کرد. هنری به محض ورود به زندان با مردی به نام مکس آشنا شد. مکس خیلی زود با او مهربان شد و سر صحبت را باز کرد. روز بعد هنگام صبحانه مکس از هنری پرسید: اینجا هر زندانی روزی رویایی داشت، اما بعد اتفاقی افتاد و سر از اینجا درآورد. رویای تو چیست؟ هنری پاسخ داد: من هیچ رویایی ندارم. مکس با تعجب گفت: بی رویایی بزرگترین جرم است. زندگی بی خواب و رویا چه ارزشی دارد؟ بگو رویایت چیست؟ اما هنری دوباره همان جواب را تکرار کرد. مکس سر تکان داد و گفت: زندگی که هیچ رویا نداشته باشد ارزشی ندارد. 6 ماه گذشت. در این مدت دبی، همسر هنری، برای ملاقات به زندان آمد. او گفت: میخواهم موضوع مهمی را به تو بگویم. من عاشق کس دیگری شدم. هنری با بزرگواری جواب داد: اشکالی ندارد. فقط میخواهم خوشحال باشی. اگر با من نمیتوانی، پس با کس دیگری. از سوی دیگر مکس دیگر آنقدر به زندان خو گرفته بود که انگار خانه‌اش همانجا بود. زندانی‌ها با هم صحبت می‌کردند و یکی از آنها از مکس پرسید: وقتی افسر عفو مشروط است و پرسید اگر تو را آزاد کنیم برایمان چه می‌کنی، چه جوابی دادی؟ مکس با لبخندی عجیب گفتم به خانه‌ات می‌روم، سگت را می‌کشم، خانه‌ات را آتش می‌زنم و زبان هر موجود زنده‌ای را که آنجا باشد می‌برم. بعدها از هنری پرسیدند: بازبینی پرونده‌ات برای آزادی مشروط کی است؟ هنری جواب داد: ماه آینده. زندانی گفت: همه مطمئنیم که تو بیگناهی. هنری گفت: من هیچ جرمی نکردم. اما مکس با خنده تلخ گفت: هر چه بگویی، وقتی کسی زندان بوده باشد همه فکر میکنن بالاخره جرمی مرتکب شده. مدتی بعد هنری آزاد شد. اولین کارش رفتن به خانه دبی بود. اما وقتی در را زد، جو، همان دوست مریض در ابتدای داستان، در را باز کرد. هنری حیرت زده ماند، به خصوص وقتی دید که دبی باردار است و بچهش از جو است. دبی وسایل هنری را جمع کرد و گفت: حالا قصد داری چه کنی؟ هنری پاسخی نداد. در همین هنگام جو جلو آمد و به او پیشنهاد کاری داد و گفت: ممنون که در دادگاه اسم مرا نبردی. اما هنری آرام گفت: من اصلاً اسم تو را نمیدانستم و بی سر و صدا آنجا را ترک کرد. کمی بعد هنری جلوی همان بانکی ایستاد که باعث همه بدبختی‌هایش شده بود. درست همان لحظه ماشینی به او زد. راننده زنی بود به نام جولی. او از ماشین پیاده شد و با عصبانیت گفت: مگه چشم نداری؟ اما بعد نگران شد. حالت خوبه؟ نگهبان بانک هم رسید و پیشنهاد داد آمبولانس خبر کنند، ولی هنری قبول نکرد. نگهبان او را به کافه نزدیک برد تا کمی استراحت کند. جولی هم دنبالشان آمد.
هنری به او گفت من تو رو قبلا جایی دیدم. جولی جواب داد به من نگاه نکن، فقط درست از خیابان رد شو، و آنجا را ترک کرد. هنری وقتی به دستشویی رفت چشمش به تکه‌ای روزنامه قدیمی روی دیوار افتاد. برید خبر مربوط به 80 سال پیش بود. سرقتی از همین بانک از طریق یک تونل مخفی که بانک را به تئاتری در پشت ساختمان وصل می‌کرد. تونل دقیقاً از زیر گاو صندوق بانک می‌گذشت. همان لحظه هنری تصمیم گرفت سرنوشتش را تغییر دهد. او به دیدن مکس در زندان رفت و گفت بالاخره رویایم را پیدا کردم. می‌خواهم همان بانکی را بزنم که بیگناهیم را از من گرفت. اگر قرار است مجازات شوم، حداقل باید جرمی واقعی مرتکب شوم. مکس مات و مبهوت نگاهش کرد. هنری پرسید با من همراه می‌شوی؟ مکس گفت برنامه‌ای داری یا همینطور هوایی حرف میزنی؟ هنری با اعتماد گفت یک نقشه عالی دارم. هنری به سراغ همان تئاتر رفت که تونل در پشت آن قرار داشت. همانجا جولی مشغول تمرین نمایش بود. کارگردان سر جولی داد میزد و میگفت تو از پس این نقش بر نمیایی. جولی دلخور شد و برای خوردن قهوه بیرون رفت. هنگام رفتن به هنری گفت مبادا دنبال من افتاده باشی. هنری انکار کرد ولی یواشکی پشت سر او تا کافه رفت. آنها کنار هم قهوه خوردند. هنری از بازیگری جولی تعریف کرد. جولی هم در عوض گفت ممنون که بابت تصادف از من شکایت نکردی. در همین زمان مکس در زندان درخواست آزادی مشروط داد. هنری قبلا او را راهنمایی کرده بود که هنگام مصاحبه چه بگوید. کمی بعد با درخواست او موافقت شد و آزادش کردند. وقتی هنری برای بردنش رفت، مکس پرسید ماشینت کجاست؟ هنری گفت ماشینی ندارم، پیاده آمدم. مکس عصبانی شد. یعنی برای این دیوانگی مرا از زندان بیرون آوردی؟ دوباره مرا برگردانید به زندان. آنجا بهتر بود. اما وقتی هنری نقشه سرقت بانک و تونل رو توضیح داد، مکس اول شگفت زده شد و گفت این همان روشی است که 80 سال پیش هم دزدان استفاده کرده بودند. تازه اسلحه هم نداری. هنری جواب داد نه، من نمیخوام به کسی آسیب بزنم. مکس خندید به به مادر ترزا، اما اگر بانک جای گاو صندوق رو عوض کرده باشد چه؟ باید مطمئن شویم. پس آنها به بانک رفتن. مکس با زرنگی با معاون مدیر بانک صحبت کرد و خیلی ماهرانه فهمید که از زمان ساخت بانک گاو صندوق هیچ وقت جابجا نشده است. مدیر بانک اصلا شک نکرد، اما نگهبان با دقت زیادی به آنها نگاه کرد. بعد از آن هنری و مکس برای بررسی تونل به تئاتر رفتند. جولی آنجا دوباره هنری را دید و تعجب کرد. این بار همراهش مکس هم بود. مکس گفت وقتی جوان بودم اینجا نمایش‌های زیادی بازی کردم. حالا هنری را آوردم خاطراتم را نشانش بدهم. اشکالی ندارد داخل را ببینم؟ جولی پرسید چه نمایش‌هایی بازی کرده ای؟ مکس سری گفت شکسپیر. بعد ادامه داد اینجا خاطرات زیادی دارم. میخواهم همه گوشه و کنار را ببینم. به او اجازه دادند یکی از کارکنان تئاتر مکس را تا نزدیکی همان اتاق گرین روم که تونل در پشت آن بود برد. مکس فرصت یافت بررسی کند. در همین حین جولی از هنری پرسید شغل تو چیست؟ هنری رک گفت به تازگی از زندان آزاد شدم. فعلا کاری ندارم. جولی جا خورد. زندان؟ حتما قتلی کرده ای؟ هنری گفت داستانش طولانی است. بعدم برایت تعریف میکنم. آنها همان شب برای شام قرار گذاشتند. بعد از شام جولی با شوق گفت من میخواهم بازیگر بزرگی شوم، همه اسمم را بدانند. هنری حقیقت را گفت. من بیگناه زندانی شدم و حالا میخواهم واقعا بانک را بزنم. جولی شوکه شد، اما کم کم مجذوب هنری شد. آنها بعد از شام به هم نزدیک‌تر شدند. صبح روز بعد هنری و جولی به خانه مکس رفتند. مکس از دیدن جولی خوشحال نشد. هنری آرام به او گفت نگران نباش، او هم با ماست. مکس بعداً هنری را کنار کشید و با عصبانیت گفت چرا همین نقشه رو برایش لو دادی؟ سر میز غذا جولی از مکس پرسید تو به چه جرم زندان بودی؟ مکس با خونسردی گفت چند تا قتل. جولی ترسید و پرسید نترسیدی دستگیرت کنند؟ مکس جواب داد من عاشق زندانم. آنجا خانه محبوبم است. بعداً وقتی آنها دوباره به تئاتر رفتند، جولی و هنری به این فکر افتادند که آزمون بازیگری آدیشن برگزار کنند تا به بهانه نمایش مدت زیادی در تئاتر بمانند. اما مکس
نقشه بهتری داشت. بهتر است بازیگر اتاق گرین روم رو کنار بزنیم و نقش او را به هنری بدهیم. آن وقت می توانیم راحت حفاری کنیم. هنری گفت ولی من که بازیگری بلد نیستم. مکس خندید. به قیافتت نگاه کن، خودت یک بازیگر طبیعی هستی. چندی بعد آن بازیگر واقعا نمایش را رها کرد، چون فکر میکرد کار سینمایی بزرگی گیرش آمده، در حالی که این حقه مکس بود. جولی وقتی فهمید عصبانی شد و گفت میخواهید کار من رو خراب کنید؟ با این حال هنری در آزمون نقش داد و پذیرفته شد. حالا فرصت بیشتری برای کندن تونل داشتند. هنری و مکس برای نقشه به 2 نفر دیگر پیوستند. جو که برکار بود و ادی که با مته و حفاری کار میکرد. آنها از زیرزمین تئاتر شروع به کندن تونل به سمت بانک کردند. جولی هم کم کم درگیر شد چون عاشق هنری بود. کار پیش رفت ولی بین اعضای گروه اختلاف زیاد شد، مخصوصاً بین مکس و ادی. وقتی به دیوار بانک رسیدند همه خوشحال بودند، اما درست همان موقع مشکلات بالا گرفت. نگهبان بانک مشکوک شده بود، پلیس هم وارد ماجرا شد. نقشه شکست خورد، تونل و دزدی لو رفت. مکس دوباره به زندان برگشت. هنری و جولی کنار هم ماندند.